وقتی بچه بودم میدونستم که یه روز آدمای زیادی منو میپرستن. میدونستم. بریجیت به درد نمیخورد. همشون همینجورین. بعضیاشون از بقیه بهترن ولی همشون تک به تک میرن بیرون. این چیزیه که من میخوام. درسته که گون خیلی باهوش و مستقله و این خیلی دوست داشتنیه، داره منو دیوونه میکنه. اون خیلی باحاله، کاملا معلومه. آره چند تا دوست دارم خیلی، ولی نمیخوام مسئول این آشفتگی ذهنی باشم. پسر فکر میکردم بریجیت و من نزدیک شدیم، اما یه دفعه نمیدونم انگار داره ازم دور میشه. اوه اشکالی نداره. وقتی جف کنارمه هیچ پسر دیگه‌ای برام جالب نیست. من که نمیفهمم. تو سایتای طرفدار درباره من کمتر از همه نوشتن. حتی نوها معروفتر از من. پدر بهترین دوست من توی جزیره است. خب آره، اون غذامو میدزده و لباسامو قرض میگیره و مسخرم میکنه، اما اون واسه همه بهترین دوستمه دیگه. اینا مهم نیست. کوسات و آب کلردار شنا نمیکنن عقل کل. ببین اگه همینجوری به چرنگ گفتنت ادامه بدی اون وقت منم رود بالا میارم. خاطر من بود رد بازدار شد. اون لهجه اسکاتلندی تو بذار کنار. من به سیرا رأی میدم. اون از دخترایی که فکر میکردم ازشون خوشم میاد تا اینکه با یکیشون دوست شدم. میخواستم بهم توجه کنه و همینجوری ادامه پیدا کنه. پسر